آخرین ویدیو چنل رو دیدید؟ شما هم دوست دارید مثل انیمیشن ماینکرافت بسازی؟ چرا که نه؟ شما میتونید با برنامه پریسما تریدی خیلی راحت تو گوشیتون انیمیشن ماینکرافت بسازی. امروز میخوام تو این ویدیو آموزش ساخت کاراکتر و ساخت انیمیشن رو بهتون یاد بدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. ابتدا بعد این برنامه رو نصب کنید. وقتی وارد برنامه بشید صفحه افقیه که به نظر من برای اینکه انیمیشن بسازید صفحه رو باید عمودی کنید. چه پروژکت ها رو میبینید؟ ببینید نیو پروژکت ها اگه بزنید خودتون با مدل و اینا رو بسازید، ولی من ازم خوب نیست. بیا تا بهتون یاد بدم. ابتدا وارد چنل من میشین، روی ماینکرافت رو میزنید، پریسما برنامه رو باز میکنید، صفحه گوشی رو اونوری میکنید، اوکی رو میزنید. ببینید اولی که باش کاری نداریم، دومی و سومی. دومی نوشته فامیلی، یعنی هم اسم زن باشه هم مرد. سومی با یعنی مرد، با پایینی هم اصلا کاری نداریم. شما سومی رو میزنیم چون اسکین مرد میخوام، برای ما همچین چیزی میسازه. خب ببینید ابتدا باید بزنید روی اسکین، چه بزنید روش اینجوری میشه. بعد بیایم پایین سمت رو چپ، متریال رو بزنید، دایره متر یکو بزنید، تکسچر رو بزنید اون پایین، بعد کالر رو به اضافه میزنید. از توی گالری میاد اسکینتون رو انتخاب میکنید، خب تیکو میزنید. خب ببینید یه ذره تاره، میبینید جوریه. میان دوباره متریال رو میارید، اما اول باز میکنید. اینجا که نوشته پیکسل دونم چی فالس میزنید روی آف، ببینید اینجوری پررنگ میشه. حالا ما کارمون با تکسچر تموم میشه. ببینید بالا سرمون هست، مثلا اسکینتون کلاه اینا داره، مثلا میخوایم بزنید سرش سپوسی اضافی، اینجوری میتونید بهش اضافه کنید. فلش آبیه چپ جلو و عقب میره، قرمز چپ و راست میره، بابیه جلو و عقب. با این زرده که فرش بالا پایین و بالا میره. من اینو درستش میکنیم، میاریمش پایین، میذاریم سر جاش. ببینید این شکلی میشه. بعد دهنشو میبینید، چون دهنشو من خوشم نمیاد بگیریم اینجا اینجوری میتونیم ببندیمش. آره اوکی. بعد مثلا بالا سریش هم باید بذاریم. من بالا سریش هم بذارم ذره بهتر بشه. اوکی. خب بعد برای چشاش ببینید من ابروهاش خوشم نمیاد، اینجوری میتونم برش دارم. خب یا بیام این پایین یا دیلیتو بزنم کلا بره، مثلا برای سمت این نیست گوشه اینه کی، مثلا اینو میتونیم اینجوری برش داریم، دیلیتو بزنیم بره. خب بعد برای موجهاش نکنیم اینجوری میتونیم برش داریم. خب مثلا الان اینجوری من ببرم بالا این شکلی میشه، میبریم بالا این شکلی میشه، میریم پایین این شکلی میشه. آره من میبرم عقب. اگه دیدین یه چیز مثل این سیاه اومد جلو میتونیم ببریم عقب توی کلش. الان اسکین من اوکی شد. فقط این چیزایی که سمت چپ و راستش هست میبینی اینا رو میتونید پاک کنید. خب جوری البته کنید که مطمئن باشید اونه، دیلیتو میزنید. دسته این ور سمت چپ و اینا میتونید بردارید، اول مطمئن بشید که اونه، بعدش دیلیت میزنید. من برم همه رو دیلیت بزنم. اوکی نفاق میکنیم. وقتی اسکینتون کامل شد، این مرحله رو رد کردین، بعد وارد مرحله ساختن مپ بشین، یعنی مپی که میخواین توش انیمیشن بسازید که نیاز به ساختن نداره. ابتدا وارد چنل میشین، از مپ هایی که گذاشتم این روستای ندره، من ندر رو انتخاب میکنم، میزنیم رو پریسما، اوکی میزنیم. خب ببین اینجا 3 تا مدل میاره، ما اولی دومی توی مپ ندر کاری نداریم، سومی رو میزنیم. نیا کنید چون اگه اولی دومی رو بزنید این شکلی میشه. شما وقتی اوکی زدید بعد آخری یعنی مدل او بی جی رو بزنید. وقتی اونو بزنید مدل او بی جی رو مپ رو براتون میاره. اول باید منتظر بونید تا پرشه این خطه. اوکی وقتی پر شد ببینید این مپ کوچولو رو میاره. شما برای اینکه بزرگش کنید بعد اسکیل اون سمت چپ کنم، درست گفته باشم نمیدونم، بزنید. میتونید اینجوری بزرگش کنید، مثلا من آبی بکشم اینجوری میشه، اونو قرمز اینجوری میشه، بالایی هم اینجوریش میکنه. مثلا این بزرگترش میکنیم که اندازه اسکینمون بشه. بذار من بزرگش کنم دیگه، تا اونجایی که اندازه هر بلاک هست بعد بزرگش کنید دیگه، زیادم دیگه بزرگ نکنید که نتونید
چیزش کنید. اوکی الان همینقدر بسته. ببینید اینقدر بسته. حالا میبینید مپ اصلا رنگ نداره، توش هم میتونید برید، ولی حالا فعلا رنگ نداره. برای چی باید بریم توش؟ ببینید برای اینکه اینو رنگ ندرینو بندازین روش بعد دوباره متریال باز کنید. خب اوکی ویدیو کات کردم اومدم توی مپ. ببین متریال باز میکنین، تکسچر رو میارید مثل اسکین، اینا رو براتون میاره. خب اینو میزنید نوشته پیکسارت نه همچین چیزی. الان رو هر کدوم بزنی یه شکلی به اون مپتون میده، ولی شما برای اینکه اصلی باشه همین رو باید بزنید. اوکی این پیکسل هم میزنید رو آف که قشنگ تصویر با کیفیت بشه. خب حالا من بیرون، حالا دیگه با مپ کاری نداریم، این سراغ چیز. ببینید اینجا اگه روتیت نمیدونم چیه بزنید روش، میتونید اسکینو اینجوری یا کاراکترتون رو اینجوری تکون بدید. مثلا با قرمزه اینجوری میشه. نه بذاری من حذف کنم. اوکی ببینید الان ما همه چی اون اوکیه، مپو داریم، چیزام اسکی کاراکتر هم داریم. الان میخوایم بریم سراغ نور پردازی برای انیمیشن. ببینید این سمت چپ تصویر هست نوشته لایت، روش میزنید. خب ببینید 4 تا رو باز میکنم. اگه اسکایو بزنید، ببینید مثلا اسکایو میزنم، ببینید روشن شد. اگه مپ بیایم بیرون میبینید هوای ذره آسمونی طوره. اگه وایسا دوباره اسکایو انتخاب کنم، بیایم اینجا تایمو بزنیم، میتونیم شب کنیم و غروب. بهترین تایم برای ندر همین 7:26 خوبه، یا 7:30 صبح. اوکی دوباره لایتو باز کنیم. پوینت بخوام بهتون بگم چه جوری. ببینید وایسا اسپان اینجا اسپان شد. ببینید این هر جایی که بذاریدش همون منطقه رو روشن میکنه. میتونید مثلا رنگش هم انتخاب کنید. مثلا این پایین نوشته کالر، بهترین نور برای مواد مذاب یا لاوا همین چیزی بود که انتخاب کردم. ببینید اگه این گزینه رو بزنید میتونید مقدار روشناییش رو انتخاب کنید، رنجش هم که تا اونجایی که روشنایی بدم با این میتونید زیاد و کم کنید. آره دیگه اینجوری. الان مثلا من اینو میارم بالا، میذارمش روی این لاواه نور بده اینجوری. آره اوکی میریم سراغ بعدی. صبر کنیم من اینجا بیام. اوکی همینجا دوباره لایتو میزنیم. اینجا نوشته عکس خورشید روشه، نتونستم بخونمش. ببینید اینجا یه دفعه همه جا روشن میکنه. خب و رنگش هم میتونی انتخاب کنی مثلا چی رو باشه. برای مواد مذاب مثلا اینجا بذاری و اینجا نور میده. اوکی این همینه. میایم بعدی. ببینید این همون دایره رو روشن میکنه. نکنید میبینی یه دایره داره، اون همون تیکه رو روشن میکنه مثل چراغ قوه. دیدید چه جوریه؟ اینجوری روشن میکنه. مثلا نور پردازی هست، مثلا توی تئاتر نور میندازن روی اونی که میخواد اجرا کنه. اینجوری میتونید برای کاراکترتون اینجوری نور بندازید. اوکی وقتی کارم با لایت تموم شد، با آدیو هم که کاری نداریم، چون میدونید آدیو میتونید خودتون تو برنامه اینشات و ادیتورینا خودتون بذارید. و میریم سراغ کامرا، یعنی چیزی که باهاش میتونید انیمیشن رو بسازید. ببینید این مستطیلی که الان به وجود اومد جاییه که انیمیشنتون نشون داده میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه جامپ اینو بزنید سمت چپ، اینجوری میتونید صفحتون رو قشنگ تنظیم کنید که چه جوری باشه. میتونید چپ و راست کنید، یا مثلا کاراکتر رو تکون بدید بری اینور اینجوری. حالا اگر اون سمت راست و 3 نقطه بزنی، وقتی کامراتون رو گم کردید میتونید بزنید روش پیداش پیدا کنید. الان بزنید رو کامرا، براتون جزئیات کامرا رو میاره، میتونید جامپین رو بزنید بریم بیرون. اوکی بریم برای ساخت ویدیو. اول براتون به اضافه سمت راست که آبی رنگه فکر کنم بزنید choose on animation، کریت رو میزنید که این انیمیشن مان اون کامرا هست نه مال کسی دیگه. مثلا الان کامرا رو میارین اینور که بخوایم یه کاری کنیم یه دفعه بیاد اینور. خب مثلا اینجوری که یه کاری کنیم بیاد اینجوری دوربین بچرخه. بعد اول بیایم اونجا اون سمت راست اونو بزنیم اوکی که این تصویر رو سیو کنه. بعد بیایم جلو، مثلا میخوایم اینجا حرکت کنه تا اینجا، اینجوری حرکتش بدیم. حالا توی از اینجا نمیشه حرکت داد. بعد بیایم بیرون اینجوری بچرخونیمش به سمت اون، اینجوری حرکت داده میشه. مثلا جامپینو میزنم ببینید چجوری شد ویدیو. اینجوری حرکت داده میشه که حالا میتونید انیمیشن بیشتر بسازید، مثلا دوربین رو حرکتش بدید
مثلا اینجوری بدین بالا بدین پایین، برای انیمیشنتون چیز میز بسازین یا تکونش بدین ببر اونور که تیکه تیکه. حالا این بستگی به خودتون داره. خب میریم سراغ انیمیشن دادن کاراکترمون. ببین روی کاراکتر میزنیم، دوباره روی اون به اضافه سمت راست میزنیم، میایم اول به اضافه رو میزنیم، کاراکتر میزنیم. ببینید دوباره بعد اون آبیه که اون گوشه رو بزنیم که الان زدیمش. مثلا میخوایم مثلا دستاشو حرکت بدیم. خب من مثلا میخوام ببرم جلو، اینجا بهش انیمیشن بدم. خب مثلا اینجا میخوام دست سمت راستش تکون بخوره اینجوری بشه و یه ذره جلوتر دستش مثلا اینجاش اینجوری بشه. آره اینجوری میتونیم مثلا بهش انیمیشن بدیم. ببینید الان نتیجه نهایی. خب الان مثلا بذارم من دوربین جامپینو بزنم. ببینید الان ما بزنیم از اول اینجوری میشه. حالا چون من تصویر دوربین رو عوضش کردم، ببینید دستش مثلا اینجوری تکون میخوره. اوکی، اگه آخرین ویدیو رو دیده باشید انیمیشن ساخته بودم اینجوری تکون میخوره. اینجوری میتونید انیمیشن بسازید. ببینید اگه انیمیشن جدید بسازید کلا چیزاش همش میره از اول. اگه میخواین نره از اول باید همون قبلیه رو ادامه بدید. مثلا برای این میخوام کلش تکون میخوره. خب کلشو اول اونو میزنید، کلش اینجوری تکون میخوری. الان تموم شد. ببین نتیجه نهایی نکنید. بزنم بره نکنید. الان یه بار دیگه اینجوری کلش میاد جلو، اینجوری میشه، میره از اول نگاه میکنه. همین. ببین بچه‌ها اگه بخوای انیمیشن بذاری کلا همینه. حالا من چند تا وسایل اینا مثلا شمشیر و اسپایدر و عنکبوت و اسکلت اینا میذارم توی چنل، میتونید به بازیتون اضافه کنین و انیمیشن بسازین. کلا همینه. و دکمه‌های دیگه‌ش هم اگه دست بزنید کارش نمیدونم چیه، ولی برای ساختن انیمیشن همینا کفایت میکنه. یعنی شما با همین میتونید یه انیمیشن خوب بسازین. فقط باید نور پردازی داشته باشه وگرنه انیمیشن کیفیتش خوب نمیشه. اوکی، فقط قبلش یه چیزی بهتون بگم. اگه شما بخواید مثلا انیمیشن رو دانلود کنید، بعد اون فلشی که اون بالا هست بزنید، این صفحه براتون باز میشه. شما میتونید اینجا کیفیت رو تنظیم کنید. هرچی پایین تر باشه ویدیو زودتر تمام میشه، هرچی بالاتر باشه ویدیو دیرتر تمام میشه. همین 720 خوبه. کریت ویدیو رو میزنیم، منتظر میمونیم تا پرشه. اوکی تموم شد. الان مثلا بزنم شروع شه، اینجوری میبینید دیگه اسکین داره تکون میخوره. البته دوربین رو ببینید، من آخر سر دوربین رو قطع کردم که الان تکون نمیخوره، خاطر اینکه بیام بیرون دوربین رو قطع کردم، حواسم نبود. اینجا میتونید سیو تو گالری هم بزنید سیوش کنید. همین. بچه‌ها ممنون که ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این به بعد انیمیشن خوب بسازید و لذتشو ببرید. لایک و ساب یادت نره. فعلا خداحافظ.